بینندگان عزیز و ارجمند السلام علیکم. ما این نوبت نیز تصمیم گرفتیم دکتر بابت بیماری‌های دندان کودکانه با شما در صحبت ایستاده باشیم. نفری که دردی دندان میشد میگه خب دکتر بسیار میخواستم دندانم رو به زودی کنی که من از درد آزاد شوم. وقتی طبیب میبیند تشخیص میکنه میگه نه بیمار ما دندان شما رو نمیکنیم، ما اون رو معالجه میکنیم. سخت فشار آورده میشود، یعنی که یک اون چیزی سخت رو گزیده میشود، این به واسطه قبطی بالایی همون دندان فرسوده میشود، یعنی که کار ناشایان شدنش ممکن حساب همین سیری دندان میره. از اینجا میگفتید دکتر در کدام حالت طبیبان سوی استوماتولوژی بچگانه کندن دندانهای شیری رو توصیه نمیدین، هرچند از جانب پدر یا مادرشون هم میگن دکتر دندان این رو کنید، این علاقه چند روز میشود که خوب نمیکند میگیرید، با یک گویم قرار میایستم و طبیب باشد به قرار خود نمیکنید معالجه میکنید. طبی امروزه به این در حالت خانه کندن دندان رو توصیه داده نمیشد، برای که در حالت خانه هر گونه میکروارگانیسم ها به زخمی به واسطه خودی دندان وارد شدنش ممکن، این باعث میشد به گرفتاری هر گونه بیماری ها آورده رساندنش ممکن. نمودی کندن دندان در شرایط خانه و به امثال چنین است که حتی به گوش میرسد و شوخی کنها میگویند که اگر در خانه پدر یا بابا باشند به همون دندانی که چون علاقه گفتی دندان جنبانک شده است و یک کنجی رشته رو به دندان و کنجی رشته دیگر رو گوید به دستی در باشه به چیزی طفل رو آواره میکنند و دندان رو میکنند. آیا این درست است یا نه؟ و در حالتی درست بودن چرا در حالتی نادرست بودن به چی آورده میرسند؟ این اساساً دو نمودی بیماری امراض دهان میباشد، دهان درد طفلان، این یکتاش استماتیت و دیگری مالوچنیتسه میگویند. بعضا حالتایی میشد که امکانیتی به طبیب استوماتولوژ بردن انمو طفل گوییم امکانیت نمیشود و چون فرزند درد دندان میشود و در همان حالت مادری جوان باید چیکار کنند تا اونی که تو نزد طبیب برن فرزندشون رو؟ تا اون دمی که به دکتر استوماتولوژ مراجعت میکنند، والدین ها میتوانند از داروی تسکین بخش، یعنی که هر گونه داروهای تسکین بخش توصیه داده نمیشد، برای که حالا ارگانیسم کودک به پورگی افزایش نیافته است، هر گونه دارو رو استعمال کردن توصیه داده نمیشد. ما باید کنیم که دندان فرزندانمون درد نکند یا بیمار نشود. رعایت قاعده گیگین کارگی دهان را باید رعایت کنند. بیماری محترم شما باید از تشخیص گیپاتیت گذشته باشید و تا چه اندازه این ضرور است گذشتن از تشخیص گیپاتیت. به طوری یک کوتاه میخواستم اندیشه شما رو شنویده باشیم و با همین سوال و پاسخ شما به صحبت امروزی حسنی انجام میبخشیم. برای چی جاری کرده شده است؟ برای اون که برای پیشگیری بیماری های سیرویتی در مؤسسه های استوماتولوژی، برای همین این چیز رو جاری کردن. بینندگان عزیز و ارجمند ما اینجا رسیدیم به فرجام برنامه. به اشتراک شما ما عرض سپاس میکنیم. دکتر باقری امید دارم از این صحبت چند لحظه اینه که ما داشتیم تماشابینان عزیز توانستند به خود یک معلومات کافی گرفته باشند و باقی بینندگان عزیز و ارجمند با امید سربلندی و خانه آبادی تا دیدار و برنامه دیگر با هر یک شما خداحافظی میکنیم. تن صحت و سالم باشید. خیر.